تصور کن 4-0 از پول ملی حذف بشه و ریال تبدیل بشه به تومن. اما آیا این تغییر مشکلی رو حل میکنه؟ تو کشوری که نرخ دلار 790,000 ریاله، تورم 38%، وابستگی بودجه به نفت 30 الی 40%، فشار اقتصادی بالا هم که نتیجه تحریم هاست. حالا با این شرایط حذف صفر شاید ظاهر اسکناس رو تغییر بده، اما ریشه مشکلات اقتصادی رو قطعاً خیر. بیاین تجربه کشورهای دیگر رو از حذف صفر بررسی بکنیم. ترکیه سال 2005 اومد 6-0 رو از پول ملیش حذف کرد و لیر جدید رو معرفی کرد. نتیجه شد کاهش تورم به زیر 10%. اما در کنار حذف صفر اصلاح اقتصادی انجام داد، جذب سرمایه‌گذار داشت و خصوصی سازی انجام داد. تو مثال دوم زیمبابوه سال 2008 10-0 از پول ملیش حذف کرد. اما در نتیجه تورم همینطور افزایش داشت به دلیل اینکه چاپ بی‌رویه پول جدیدش رو هم ادامه داد، توی تولیدش هم ضعف داشت. توی مثال سوم برزیل سال 1994 اومد 3-0 رو از پول ملیش حذف کرد. در نتیجه تورم به زیر 10% کاهش پیدا کرد. اما در کنار اون سیاست‌های اصلاحی داشت، اومد بودجه‌ش رو کوچیک کرد و جذب سرمایه‌گذار داشت. همونطور که دیدید فقط حذف صفر کافی نیست. کشورهای موفق شدن که ساختار اقتصادیشون رو هم اصلاح کرد.